کوچه های خاطرم می آیی، در چهره‌ات یک عالمی زیبایی. دل ساده آزاده جولان زنان میخوانی، افسانه ها از عالمی رویایی. از کوچه های خاطرم می آیی، در چهره‌ات یک عالمی زیبایی. دل ساده آزاده جولان زنان میخوانی، افسانه ها از عالمی رویایی. لحظه های شکرینم کانی شهد و انگبینم، خوشترینم بهترینم بچگی نازنینم. لحظه های شکرینم کانی شهد و انگبینم، خوشترینم بهترینم بچگی نازنینم. می آرم قصه دیرینه را، آس می دارم آن همه گنجینه را. دوست می دارم لذتی گم گشته را، چون روی مادر صحبتی آینه را. یاد می آرم قصه دیرینه را، پاس می دارم آن همه گنجینه را. دوست می دارم لذتی گم گشته را، چون روی مادر صحبتی آینه را. با کلچه قندینه با مزه و شیرینه، از خاطری رنگینه می آیی. با کلچه قندینه با مزه و شیرینه، از خاطری رنگینه می آیی. لحظه های شکرینم کانی شهد و انگبینم، خوشترینم بهترینم بچگی نازنینم. لحظه های شکرینم کانی شهد و انگبینم، خوشترینم بهترینم بچگی نازنینم.
صدا داد زنگ یاخی. همه یاران گریستند همین آهنگ آخی. همه یاران گریستند از این آهنگ آخی. یکی از یار جدا شد، یکی از دوستی جانی. یکی از یار جدا شد، یکی از دوستی جانی. چیره شد باز بیاید همان دوری جوانی. چیره شد باز آید همان دوری جوانی. برگرد یارکی شیرینم، برگرد آشنایی درینم، برگرد عشقی اولین ما. برگرد یارکی شیرینم، برگرد آشنایی درینم، برگرد عشقی اولین ما.
کریم مرور زمان کتی منه همه قد خواب گذاشته برا خداگاه خواهد منه امروز ما هم همسرباز میشیم یک دیگر با alttan doğru benim yakınım. Şimdi rüzü bu, rüzüna. Arıyor hamma yapsın bu. Şu an dedi onu, nur edildi. Salam.
خوبه که دیگه یون خاطره مونده نه در کار سلام و درودی به پایان به همه شما همسینفان عزیز، استادان گرامی، خواهر و برادران مهربان. امروز سنه 16 سپتامبر سال 2023 سنه است که برای ما نهایت سنه خاطرمان. 40 سال مقدم در محض همین ما کودکان بیغش و بیغبار قدم های اولین خود را به مکتب های میانه رقم 29 به نام صدرالدین عینی، مکتب میانه رقم 38 و همچنین مکتب میانه رقم 41 به نام فرونزه قدم های خود را گذاشته بودیم. 40 سال در تاریخ آنقدر روزهای زیاد نیست، لیکن برای ما نهایت روزهای خاطرمان عجایب گذشته است. ببینید آن روزها که ما همه کودکان خردکه که تنها در تربیت پدر و مادر بودیم، امروز ما پدریم، مادریم، بابای و اوچه هستیم. لیکن ان همین 40 سال حیات هر یکی ما را دیگر کرده است. در طول 40 سال گذشته چقدر امکانیت های زندگی را از سر گذراندیم. به همه بود و نبود آن طاقت کردیم. در گرمی و سردی آن آب یافتیم. ما را آموزگاران عزیز اسلام و راحتای، یلدوش و خاصیت، مجید و محرم و جرایف اسرائیل به صنف یکم قبول کردند. از دستان ما گرفته حرفهای الفبا را به ما آموختند. در هر یک لحظه های درس به ما حیات را آموزاندند، مناسبت را آموزاندند، با پدر و مادران مهربان بودن و آینده فرزندان را تربیت کردن را آموزاندند. الکی امروز ما می توانیم با سری بلند ان همان آموزگارانی که ما را آدم و آدمگری، انسان و انسانیگری آموختند به زبان بیاریم و به خاطر آریم. اینها نومانوف عثمان جان، نوروزوف عبدالصمد، عبداللهف یعقوب جان، سید مرادوف عبدالمنان بودند که پس از صنف 10 ما را به حیات چون کبوتران آزاد گسیل نمودند. ما از خاطر نبرآورده ایم آن آموزگارانی که به ما درس حیات آموختند. آنها جرایف بولا جان، جرایف سالی جان، دادا جانوف اسلام بای، عبدالستاروف عبدالفتاح، رحیموف عبدالخلیل، علیم و دلبر جان، اکرموف شریف جان، احسانوف عبدالملیک، سلطانوف ترومبای، تاشمتوف منصور جان و دیگران بودند. الکی اینقدر روزهای خاطرمان هم که باشد، باز روزهایی که ما تلفات نهایت جدی دادیم از بین ما گذشته است. استادانی که به ما سرور و سردار بودند الکی امروز برای ما نیستند. 13 نفر همسنفان عزیز و غمخوار ما که برابر ما به مکتب قدم نهاده بودند از بین ما رفتند. خاطره نیکی ان همان آموزگاران احسانوف سلطانبای، عبداللهف عبدالقادر، عبداللهف یعقوب جان، عبداللهف یوسف جان، ملایف عبدجان، رحیموف عبدالستار، عبدالرحیموف عبدالستار، سید مرادوف عبدالمنان، سنگین و شیرین جان، نازیروف زاکر جان، جرایف تویچیبای، ملایف عبدالملیک. استادان گرامی ما از قطار ما رفتند و همچنین همسنفان عزیزمان که آنها ابراهیم و محبوبه، پرنظر و محبت،
عزیزوف روشن، میربابویف میراسرار، جورایف سالیجان، خدایداتوف پولوجان، طالبوف عبدالشکور، ملایف غیرت، فوزیلوف غلام، نازیروف زاکیر، ایگم نظرف میرسعید، بایمتوف غایب و آخران عبداللهیف میراسرار از بین ما رفتند. خاطره خیلی خوب است، لیکن خاطره گذشتگان را به خاطر گرفتن، به یاد آوردن، این باز یک خاطره چیزی نیک است. بیایید دوستان عزیز یک لحظه به خاطر آن همان استادان، به خاطر آن همان همسنفانمان که امروز بین ما نیستند، همراه ما سخنرانی نمی کنند، خرسندی نمی کنند، یک لحظه خاموش استیم. رحمت. دوستان عزیز، امروز روز خرسنده ماست. امروز بهر جمع آمدن همین شمایان عزیز، همسنفانمان نهایت زحمت های زیاد کشیدند. ما باید با سر بلند گوییم، با افتخار گوییم که امروز استادان عزیز ما، محترم علیف، معلم سید ولیف و همچنین معلم حییتوف وقتی پرقیمت خود را دریغ نداشته به همین کاشانه زیبا همراه ما نشستند. یک قرصک های ما برای استادان عزیز ما. همچنین همسنفانمان طول 4 ماه زیاد است که ما میخواهیم به دیدار همدیگر به همین جا بیاییم. امروز همسنف عزیز ما مهرجب 9 ساعت در سمالیات برای دیدار بینی اومد. یک قرصک برای مهرجب. انا هرچند در راه دور بود، لیکن همیشه هر لحظه ما رو میپرسید چی کار کردیم، چی شد. میگفت مظفر شریفوف. دوستان عزیز، با احترام قبول می نمایم 2 همسنف حاجی عزیز ما، مغفرت جان و همسر آن کس. مرحمت، خوش آمدید. همچنین مهمانان عزیز ما از شهرهای گوناگون روسیه، از مسکو، قرصک برای از مسکو آمدگی ها. یک قرصک نهایت بلند برای مهمانان همسنفانمان که مخصوص از تاجیکستان برای دیدار بینی آمدند. برای آنها قرصک. امروز همسنفانمان از رادوژنی آمدند. برای رادوژنیگی ها قرصک. از شهر نیژنیورتوفسک یک گروه از همه پیش آمدگی ها و قرصک بلندتر. از شهر پتربورگ آمدگی همسنفانمان با مخصوص قرصک. و آخران همه برای سرگوتنگی ها قرصک.
خوش آمدید همسیلفان عزیز. امروز تا چند توانستیم همه را جمع نماند. امروز ایدی هر یکی ما و شماست. سری یک پیاله چای ایدانه شما را خوش آمدید میگویم. پیش شما امروز نان گذاشتند. بگذار شما مثل نان همیشه عزیز خاندان باشید. گلی سری سبد خاندان باشید. آب گذاشته ایستادن تا حلق شما نم باشد و تشنگی شما را شکند و حیاتتون دائم و در دوام پیری تا آخر حیاتتون چون آب مصفا باشد و خرسندی بالای خرسندی است. از دیدار همدیگر لحظه برید. لحظه های خاطره ها رو به خاطر آورید که ما به شما باز نوبت میدیم. انا امروز این ایدی ما را نوار برداری با مهارت پرویز جان به نوار میبردارند که هر یکی ما آن را تماشا میکنیم. مینداریم به پرویز جان. یک قرصک های شما برای پرویز جان و همچنین الهام جان که امروز ما را با سروده های بهترین خود ذوق جوانی انا همون 18 سالگی را به خاطر میارند و ما امروز بعض را میتصوانیم به الهام جان یک الهام میدیم. قرصک برای الهام جان و بعضی ما کشاده شده است در زیر قرصک های نهایت پرموج شما بزم را آغاز میکنیم. نوبت را به صنعتکار میدیم. برای معلم هم یک قرصکی بلند بزنیم. تشکر زیاد. خسته نباشید مادر عزیز. اولا السلام علیکم مادران غمخوار، پدران بزرگوار. اجازه دید من از نام خودم، از نام اهل سند، از نام من نواربرداران همه شما را تبریک و تهنیت گفتنیم از صدق دل. همین روز خیلی که گفتیدم 40 سال است که مکتب ختم کردیدتون و من شکر خداوند که کسانی که نیستین رفتن از بین شما. خدا رحمت و مغفرت کند. بودگی ها و شکر آمدن از تاجیکستان، گفتن از دیگر شهرهای رای دور آمدن. خوش آمدین پدران عزیز، مادران غمخوار. همه شما بار دیگر تبریک میکنم با همین 40 سالگی ختم مکتب شما. امروز کمتر باشدم همون وقتهای یاشه یاد میبیاریم، خرسندی میکنیم، شادی میکنیم، رقص و بازی میکنیم. همه وقت چهره شما به خداوند بزرگ خنده باشد، خرسندی باشد. مادران عزیز، پدران غمخوار، من چه خیلی که معلم عزیز گفتن یک وقتی بود که همه شما مکتب میخواندم. من امروز است که پیش شما پدر هستین، مادر هستین، آچه و بابا هستیتون. خداوند و هر که شما عمری دراز دهد، 40 سالگی، 50 سالگی، 60 سالگی دیگه همه شما آمده، همه خیل کم نشده، زاید شده، فقط آمده خرسندی شده قید کنید تا همراه یک دیگر. بار دیگر مبارک شود. یک قرصک برای خودتون. اکنون سروده گوش میکردگی میخوانیم. پدران عزیز، مادران غمخوار، اشتهای صاف هر که شما با من همین روز یک دیگری سراخ کرده آمدیتون، یک سری دسترخوان به ششتیتون. من کوشش میکنم پستر یک شما با یک چند سروده خونم همراه یک دیگر هم صحبت شویتون. خدا خواهد کند که اشکم باز سیر میکنیم، بعد از آن رقص و بازی دوام میدیم. اشتهای صاف مادران عزیز، پدران غمخوار، بار دیگر ختم مکتبی شما مبارک شود. عمری دراز به همه شما خواهانم. سرودا میخوانیم برای شما. اشتهای صاف تمانا دارم. مرحمت. به نازم قلب پاکت مادر من، بگردم دور خاکت مادر من. به
بگردم دوری خاکت مادر من سیاه شد روزگار من سیاه شد سیاه شد روزگار من سیاه شد خدایا مادرم از من جدا شد خدایا مادرم از من جدا شد به نازم قلب پاکت مادر من بگردم دوری خاکت مادر من فلک با من چو راه ناروا کرد فلک با من چو راه ناروا کرد که یک دم از برت من را جدا کرد که یک دم از برت من را جدا کرد به نازم قلب پاکت مادر من بگردم دوری خاکت مادر من به نازم قلب پاکت مادر من بگردم دوری خاکت مادر من شرسه دلی من شکوه نکن دلی من شکوه نکن از کس و ناکس دلی من دلی من زداغ عشق و عاشقی بس دلی من دلی من زداغ عشق و عاشقی بس دلی من دلی من دنیا را شناختی دلی من مردونا مردان را شناختی دلی من عشق و آدمان را شناختی دلی من دلی من دنیا را شناختی دلی من مردونا مردان را شناختی دلی من عشق و آدمان را شناختی دلی من من یارن کجا شد از وفا گفتی به وفا شد این کسی وفا ندارد
جز از مدا سلامم را قبول بین مایه دستان، دلم را اعتبار بین مایه دستان. سلام گویم سلامت باشیم دایم، سلام از دل جان بهر شمایان. همه اون همسلفانمان که نو آمدن خوش آمدید به محفل امروزه ما، یعنی به واخوری امروزه ما. بیهوده در الفیت نمیگویند به پیر مرا در بیمانی، هرچند سکندری زمانی. آره ما امروز سری همین دسترخانه ایدانه گلهای سری صبر خود را داریم که اینها همین آموزگاران ما هستند. بیایید همسلفان عزیز با اجازت شما در زیر قرصک های نهایت پرموج شما سخن را به آموزگاران عزیزمان دهم. استادان عزیز، زمانی بود که شما چندین بارها نزد ما می آمدید، آن کمبودی ها، آن نافهمی های ما را بهر ما می فهمانیدید. امروز ما شاگردان همه پیش شما سری تعظیم فرود می آریم. از خدا می پرسیم که همیشه سلامت باشید، جاویدان باشید. و ما نیز باز می گویند که شاگردان درازترین عمر آموزگار است، زیرا که شاگردان به او حیات جاویدان میبخشد. هر باری که میپرسند آموزگاری فن تیاری حربی شما کیست، ما با افتخار میگفتیم که معلم سید ولیف. معلم سید ولیف را نه تنها در ناحیه کالیبادام، حتی در ولایت هم چندین بارها میشناختند. یک قرصکای شما همسیحان عزیز سخن به معلم. رحمت. من امروز اینجا جمع شده است برای همین سنفای من اون طلبه هایی که گویی من 40 سال پیش اینجا به مکتب اومده تمام کردم. اینها اکنون 57 در اومدگی همین ها، شما 50 در اومدتون، ما من تگی 80 در اومدیم. من پیش از که من شما تبریک کنم، من گفتنی هستم که همین بچه هایی که من همین تشکیل کردن همین شینکه بسیار به من میندار می باشم. رحمت میگم که این بچه ها همین خیلی تشکیل کردن، همین خیلی باید این کاری واجبی مثل این وایکتی. من خدا شکر تلفن کردن، 3-4 تا بچه ها تلفن کردن، من مینداری بیان کردیم، من اومدیم. اکنون من چی گفتنی همین اوریسونده یه نیکلا استروسی میگوید که самое дорогое у человека это жизнь. Она дается ему один раз. Надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельные прожитые годы. И маниш амин Киев могут que هر یک ساعت و هر یک دقیقه غنیمت. برای همین میگوید یک با مقصدی پیش کردگی زندگی کنتون، نقض زندگی کنتون، آینده با افسوس نخورتون میگوید. من همتون بیرم میگم همینجا شیطان همتون دخترها با همون خوشروی نقص، من همتون همشون زور، بچه ها با همی خیلی شویجی همشون. اکنون من چی گفته نه؟ من فهمیدم که همه عقل اولی شما تینجی امونه است. سامیگلانی. چون که اگر تینجی امونه بشکر این خیلی شما این خیلی خود همتون نقص. الان هم چی میخوام من شما نه؟ همتون من فرزند کلان کردتون، بچه‌های کلان کردتون، داماد دارو آن کلین دار شدتون. این گفتی ورسا فرمانرازی چلیبی گوشه شما عدل نیست اولش تو. اکنون هم میگم که دنیا همی خیلی بسکون. من بعض از سین آبای شما بچه های یاس گذاشتن اکنون خیلی همی خیلی بدستی اکنون چون کردن اکنون ایلاج نه. من شما زنده سلامت گشتون این یک دولتی کلام می باشد. هم میگوید که جامبول جاپایوف میگوید که وای здоровье человека дороже всего. Ахамавай. Богатство земли не заменить его. Богатство земли, богатыри земли не могут и саламатия. Здоровье не купишь, никто не продаст. Береги ее как сердце и как глаз. Аку хамин айним ба таку шумо мана миҷа медонем. Худо шукр ҳаматон тинҷи саломатӣ нигоҳ доритон. بسیار کارها از بیان دادن در کار نبست گویید که توریشته بنابراین سلامتی
این همه آدم به ضرور این سلامتی باشه. من خدا شکر من همه صحت سلامت همینجا اومدیم. این هم یک دولتی کلامی باشه. بنابراین من چی میخواهم؟ همین شما به سامی گلان گفتی ورسو که سلامتی بردام میخوام. عمری با برکت میخواهم. همین شما تینجی امونی اهلی ولتون تینجی امونی شود. انا اون بچه هایی که من کلام کردن پسکای جیبود میری سگلاسی. کلینتون و بچه هاتون نقص نیکند دور استوپایتی مگود. این همین زندگی ویاشکی خدا خواهد همتون باید اینم نقص میشتون شما با دولتی پیری داده است. این نقص استفاده بریتون. برای همین من باید بار برای مثبت همین 40 سالگی که من همین روز شما اینجا قید میکنیم شما تبریک و مبارک گفته و شما اولا صحت سلامتی عمری دراز ریسکی وسیع آرزو میکنم. همه وقت سلامت باشتون. تینجی امانیت رحمت همتون دیتون به رحمت کلام. آینیسا جا حاضر. آینیسا جا پیشم زور بود حاضرم با زور. من ویدیو شده من شیر نقلی دارید. رحمت معلم. ای مانده قدم برای مکتب عالیست مقام و جای مکتب. مکتب سبب حیات باشد مکتب سبب نجات باشد. گویان استاد عزیز همین یک گروه همسیفان ما را تربیت دادن. با قرصک های همسیفان سخن را به شما استاد عزیز حیاتیت میدیم. رحمت فرزندان عزیزم من گویم فرزندان خطا نمیشه دختران گویم هم خطا نمیشه چون که وقتی که دست من با آمدید شما 7 ساله بودید و امروز 57 ساله هستید 50 سال گذشته است قریب بینید که امروز پیش شما 12 تا 14 تا ممکن 16 تا نبیره دارید 17 تا نه آنیسا گساز دیر از که کمی 35 سالگی همین سیم گروهی که مکتب درس داده بودم قید شد باینده بیلیار به و های پیشش 14 تاگی نبیره داشته است علاقه دوتاش ابردار شده است قایل شدن در کار آن طلبه هایی که آن فرزندایی که من بار اول درس دادم سال 1969 بود حاضر میدونید 63 ساله شد 64 ساله شد ایستاده است بعضا مردم بگن که معلم شما همین قدر چون این شاگرده من گفتم شاگرده این دادرای من شاگرده این خواهرای من شاگرده این دل جان من فرزندان من چون که من همین نیت که من آموزگار شدیم من اینجا دوست عزیزم اسماعیل جان غنی جان است همه معلمایی که شما به صنف یک به درس دادن همشون ما همکار بودیم میشناختیم همکاری میکردیم من فعالیت خود را در مکتب عینی سر کرده بودم مکتب 38 به کار کرده بودم مکتب 41 به آمدم پس آخران سناتوری رفتم پس من معلم بخور شعبه معارف به کار کردم چندین سال بینید که امروز من شما رو دیده نمیدونم چی گویم آن چی که میگویم همین در دل شما همیشه همین جاویدانی باشد بخت و سعادت از آن شما باشد بزرگان بیهوده نگفتند طرفه شاگرد به حیرت آورد استاد را امروز 17 تا 18 تا نبیره دار شدید امروز فردای دیگر ابیره دار میشه دیر آید و شیر آید همین شیردلان امروز هست گل دخترانی که امروز شده است همیشه شما شاد باشید بخت از آن شما باشد همین زمان ما در همین ملک مسافری گشتیم تینجو امانی شود همین جنجال ها تیزتر بسنده شود و باز همین شادی ما هویدا گردد ما همه خرسند باشیم چهره ها ما گلگون باشد لیکن در دنیا همین خیلی چیز است فصل سال اگر 4 فصل داشته باشد وقتی که در صنف‌های ابتدایی من درس میدادم بسیار تکرار میکردم
فصلهای سال هر یکتاش بر خودش جامه دارد. بهار دیگر، تابستان دیگر، تیر ماه دیگر، زمستان دیگر. لیکن من خنک نخوردم میگوید مراز. بینید که امروز شما همان هستید، همان هستید و همان بمانید و همیشه سلامت باشید. بنابر همین برای همه شما آنهایی که من چخیل آینیسا قید کرده گذاشت، آن همسینفان، آن استادانی که از بین ما رفتن، این دنیا را به ما خیرباد گفتن، روحشان شاد باشد. همیشه از همین شبادی بهش خودش بهره بر کند و در سایه آنها ما و شما هم صحت سلامت باشیم. مبارک شود با خوری 40 سالگی شما. سلامت باشید، همیشه زنده دل باشید، با یکدیگر مهربان باشید. کجایی که باشد، خود پیتر، خود سویرلوسک، خود توله، خود مسکو، خود سرگوت، خود دیگر جایها، خود امریکا باشد هم آیا گوید بس است. سلامت باشید، سلامت باشید. رحمت معلم استاد عزیز، شما نیز همیشه جاویدان چنین جوان بمانید. سلام استاد عزیزم، شما محبوب هر یک خاندانید. به پیش پایتان 100 گل بپاشم که ما جسممو بر آن جسم جانید. استاد عزیز، شما بودید که به هر یکی ما کلمه I love you را یاد دادید. درست می؟ انا همین با I love you کلمه آموزنده شما ما انا همین خیلی جوان مانده. استاد عزیز، آره برای استاد خودم هم که استاد بودم زمانی به خاطر دارم، شاگردان یک فرزندانی عزیز، یک انسان‌های نهایت عزیز هست که پیش آنها میتوانی از شادی اشک بریزی، پیش آنها همه غم و غصه را از خاطر براری و پیش آنها همراه آنها خوشبخت باشی. امروز استاد عزیزمان همراه ما خوشبختند و با قمسک‌های شما همسینفان عزیز سخن را با معلم علی میدیم. السلام علیکم اوکاها و خواهرای عزیز. پیش از همه من از دیدار شما نهایت شدم. قبط گوشت کردم. همه توی یکشی دیده دست داده، پسرا کتی دخترا که سلام علیک کرده، من غربی شدم. من لباس دارم، من خوراک دارم، من جای خواب دارم، همه چیز دارم، فقط آدم ندارم. من از دیدار نهایت خوشم. همین که خوشم کتی من سروگود به نمی اونجا. تو کیه؟ تو سنگینه نمی؟ داماد می؟ داماد من اشتغال می؟ شوندی من حالا یک اینترنت به کیوه دیدم میدونی تامی همراه های شما دیدم، گلا جنه دیدم، مولدی ناصر شافعی دیدم، با چند کسی دیگه دیدم و که خاطرم نمید من کسم همیشه من چی بگویم هیجاننده که حتی گرد بزنه میتونم. برای همین من همین شما میگویم عمری دراز، فرزند دوی نیبرتان به ریسک فراز، خوشبختی، همه خوشه های زندگی را تمنا دارم. چشم من سیری ندارد از تماشای زمین بود. یک طلبه یعنی آدم چشم است حیات به سیر نموجود است. اما من نهایت از دیدار بچه ها، از دیدار شما دخترها خواهرها نهایت خوشم. من هر روز کویچه ها میگردم، کویچه که آدم تو تاجیک تو ازبک میگفته میگردم، باور کنید. اما همه شما بوی خاک قرشخون میبیاد.
شهریجان هم خیلی بیوقت اومد شهریجان بیوقت اومد باید چند کس بیوقت اومد شهادت بکن همجه لکن شهادت بیا نه خیلی چون نمیاد اون نکن بگیستم کمچه اینه من شهادت من 46 سال کلام کنید 46 سال همه تو به من وقت میخوام وقت و سعادت میخوام رنگ روی همه تون رو دیده من خوشحال شدم همین روی برای چی گوی تو رکن شما برای اون که گوی چی بگوی آدم رفتش نمیبینی آمدش نمیبینی الان خرگلی کچ اوزبیکو بگد که الان خرگلی کچ که خرمه کچ که خرمه آمدش نمیبینی رنگ روی تون تازه یکی توی خوشلو انا مایوک ببین بود در کنم اونجا من پرگاهی یک چیز بچه ها نهایت خوشحال شدم خوشحالی من اکنون گندگویی نی نوال وای نکن دارم من پارچام کردی مراز کردی اشتک دادم هر ما اشتک دادم تلفونشان به تلفون شد یکی تکی مکتبانده اقل دهنشون نمی شد پوسته اولیر پاگروزی هم تلفنان ده هم شوندشیان یک سخنوی ناز گفت من حیران شدم همه شما بخشش کنید برای نام دارش نیوان تو حکیم جان بچه های خوشلو برای دیگه همه کنم همه دنیام را زندگیش وقتی میخوام خوشحالی میخوام سلامتی میخوام وقتی سعادت میخوام فرزندوی نیک چی؟ خیرات من کسان آجی اخیرتا اشکی کنم سید بنیم خیلی تو سخنوی نارکتم شما آدم چیزی اصلا قیمت‌ترین روی زمینه دا آدم بودن لیکن همه نمی‌فهمن قدر آدم همه تو احترام خانتون به عائلتون به فرزندها و نیوره‌ها و سن نگویی ببخشید همتون نه خیلی وقت نه آنم 45 minut böyle अंग्रेजी का महाराजा मैंने महाराजा از خوجان برای دیدار بینی شما با دیگر رو کیا آمده که من نمیدونم لیکن همین دولت و سعادت شما حکومت احترام شما همه جا نمید سلامت باشون همتون عمرهای دراز بتون همه چیزی اساسی برای بچه ها همه وقت آیلتون رو احتیاط کنید یکم چیزی که آیلتون رو احتیاط کنید شما آیله احتیاط کنید خودتون رو احتیاط بکنید شما آیله احتیاط کنید خودتون رو احتیاط کنید دخترها شما رو احتیاط کنید خودش احتیاط کنید شما همین چیزهای سلامت باشن برکتتون کمی دنیای نبینتون خدا پناهتون ده همتون نگه دارد غنی جان من ayoldan burundas Единственный Республики Торгистонбе Мактеби Ординдор Мактеби Мол. Знак ба 72 соланда бану Республики кадрҳои тайёр кардем мо 72 соланда ордени знак пачот бурумдиги буд эсербе анаму знак пачоти ордене мактеби мо 72 соланда мои фирона гирифтан бинобарин шумо он талабаҳое ки
در مکتب اردیندار خوندگی فرق کردن در شما همتون رحمت همون شب و روزنده سید ولیف من غنیب کشکاربای سلطانبای اسانов داداجانов اسلام جان عبداللهف عبدالقادر عبداللهف یعقوب جان و معلمان کهنسال سنگینov مالایف عبدالجان معلم رجب عثمان جان معلم یکانov نرزبای معلم حیات بودن من همین شاهدی زنده ما همون نشان فخری گرفتگی 50 سالگی به ما به نظرم یک 3 ماه شب و روز مکتبنده خورافته خیسته کار کردیم مکتبنده خورافته میگفتیم همین برای شعار نوشتن رنگ نبود همین زبنای پراشوک بود پیش خودی چه بود زبنای پراشوک که کلی یک تکر ما شعار می نوشتیم من همین شاهدی زنده همین اسماعیل اکام اما ما همونجا حیات بودیم شما مکتب اردیندار و مکتب مشهورترین مکتب چلیک مکتب 38 اینها مکتب 8 ساله بود وقتی که من ناظر معارف شدم این مکتب ها مکتب 10 ساله ها تبدیل یافت مکتب 11 ساله شد لیکن در بین مکتب ها پیش کردن که این قرشقم زون پرتاو این وای لیکن یکمین دارنده مدل طلا از بین طلبه ها از مکتب چلیک برآمد از مکتب چلیک برآمد مکتب چلیک این جمهور با مشهور شد مکتب 29 مشهور شد مکتب 30 مشهور شد من یادتان باشد ستارов نعمت الله استاد خدا ما بودن ما همگی این شدم 1 سال راهبری سیم شدیم موقتی اکاوکا بودن همون آدم من از همین معلمی کلام علاچی معارف خلق و معلمی پیشقدم جمهور شده رفته اینستیتوت تکمیل شهر دوشنبه درس داده می آمدن ببینید جماعت لاهوتی قرشقم خیلی بزرگ همین زمانی پیش بیم قرشقم پروکرور بود سال 1926 سال 1929 سال 1932 قرشقم پروکرور بود ملا بالته گفتن آدم و اولین معلمی که در همین دهه قرشقم اولین معلمی که در همین دهه قرشقم من کمتر تاریخچی هم ده بغیر از معلم سنف ابتدایی همین چیلان مخصوم بود قرشقمی کهنه به شنیدید شما خانه همه آدم مکتب تشکیل کرده مکتب تیپی سویتی حالی مکتب عینی پایین و قلعه نبود اولین معلمی قرشقم حفیظ جلالov کتنی آدم بود قرشقم و معلم محکامov توی چی بای معلم بای با بایوف علی جان نبیوف سانی مولا منصور داملو حسینوف اینها اخرین همه آدم بودگی اینها یگیتای برجسته با قوت بودگی اخرام بودگی همون معلم اولی دوره‌وری همون سالهای تشکیل حکومت سویتی همین تگیبیت میگویم که کشکک مزار انمون راهبه و آدم بغیر از معلمی مکتبی همون تشکیل کننده مکتب عینی همون والوس کشکک و کاتب بودگی کار با رفته استاد همون این اخرانا نبرومدگی قطعی خداشون رفته استاد همون بیدی مزار به قبضه اسب کرباشه ها بسته 14 رام کردی گوشت و پوست همون آدم همین چیلان مخصوم یک رجوی انبای کلان برده چینده بسته آورده قرشم خوک کردی معلمو بعضن طلبه ها میبخشتن من یک لحظه میگم میگن که های معلم ده نه معلم گرچند جنگ کناتم معلم دشنام کیاتم معلم سخت گپ سناتم با مهری صدقاً از دل برآمده سخن میگوید و از روی مهر انسانی شما رو تربیت میکند چون که نبود و خفه نشید که ها معلم من یک شپلاق زدگی بود یا معلم این بود چون که وقتی که شما نزد من با آمدگی من همیشه نزدم حال روشکه قبض نمیدید بعضی ها بنوشتن حرف آنویسی خیلی یاد گرفتید تا آیا ما چند تا الیمنت ها یاد میگیریم
لیکن امروز دیدیم که شما برادران ما، خواهران ما، این بخت ما، این شما باغبان اگر میدانش و حاصل گرد، شما حاصل باغ ما، باغ زنده ما، همیشه زنده مانید، جاوید باشید. استاد عزیز گفتی به قول گفتی خودتون اگر ما همان وقتا ممکن خفه میشدیم که همین حرف نوشته نتونستیم معلم دستی ما زدن میگفتیم وقت کودک بودیم و عقل ما دیگر بود. امروز همه سالم عقل شدیم. از هلمان زدنهای شما هر یک لحظه هاش برای ما حیاتی مستقل شده. الهی جاویدان زنده باشید استادان عزیز. استادی عزیز خدای مهربان یاری تو باد. خورشید جهان همه دوستداری تو باد. ما اهل نشست دست دعا برداریم. فیض و برکت در کار و هم سلامتی شمایان باد. یک قرصکای شما همسیفان عزیز. این لحظه باشد نوبت را به صنعتکارا میدیم و همه شما همسیفان را، شما استادان عزیز را به صحنه رقص خیلی ناز و عدالت اینقدر ناشناسی رشته‌ام آب و عدالت اینقدر ناشناسی
ناز و عدالت اینقدر ناز شیرازی گشتم آب و عدالت یاره اینقدر ناز شیرازی اینقدر ناز شیرازی اینقدر ناز شیرازی اینقدر ناز شیرازی یاره اینقدر ناز شیرازی کس ناچشیدم اینقدر ناز شیرازی نزده کس ناچشیدم یاره اینقدر ناز شیرازی چشم و تاجی بسن اینقدر ناز شیرازی نوری چشم و تاجی بسن یاره اینقدر ناز شیرازی صدقه ناز و عدالت اینقدر ناز شیرازی نشتیم آب و عدالت یاره اینقدر ناز شیرازی اینقدر ناز شیرازی حالا روزی نباشه من از صدا رقصی برشم نور شيء هم رازنا لازنا لازنا نور شيء هم رازنا يا لازنا اشوفهم تلازما
گلستان دلم ببری سوزش عاشقی را خندیده حیران کنه مردما درد و غم سوزش عاشقی را خندیده حیران کنه مردما تو کبوتری یا پیپری یا بکلستان دلم میبری تو کبوتری یا پیپری یا بکلستان دلم میبری کبوتری یا پیپری یا بکلستان دلم میبری تو کبوتری یا پیپری یا بکلستان دلم میبری تو کبوتری یا پیپری یا بکلستان دلم میبری یک موسیقی برای شما canım şirayli 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 Rahman canım şirayli 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 Avşerin gülgesi anamım aldı Bak yine gönlüm yanağımı saldı Bak bu kebuter ya ki beydisem Bir ömür yar bulup yanında kaldı Vay bir ömür yar bulup yanında kaldı Bakman canım şirayli 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 Bakman canım şirayli 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 Bakman canım şirayli 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 Benim canım şirayli 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 Serseri sevgisi yok, yoram semerhem yok Serseri sevgisi yok, yoram semerhem yok Serseri sevgi kabul, muradı versecik Serseri sevgi kabul, muradı versecik Ahay kunem şikar kunem naz beden vicdanlar Ahay kunem şikar kunem naz beden vicdanlar Vicdanlar, vicdanlar, vicdanlar falan vicdanlar Vicdanlar, vicdanlar, vicdanlar falan vicdanlar
noi Niente che risaci da noi Oi, cambiati ma con io погать Мне так и хочется сказать Девочка, стоп, не надо путать шамахон с тромбаной Потоками твоими серенада Звучит от сердца моего Девочка, стоп, не надо Поверь мне, парень, то, что надо Хочу я быть всегда с тобою рядом Дыханием сердца твоего Я не думал, да и не гадал Легко влюбился, сам не ожидал Появилась снега в жаркий день Всех я словно ее тень Но вот беда в характере непростой Не надо меня каприза очередной Ой-ой, никак я не могу ее понять Мне так и хочется сказать Девочка, стоп, не надо путать шамахон с лампадой Понуками твоими серенада Звучит от сердца моего пути Девочка, стоп, не надо Поверь мне, я парень, то, что надо Хочу я быть всегда с тобою рядом Дыханием сердца твоего She
سخريلك بغاوي بويدا بغاوي بويدا بيجي دشي ağlasını yaşamasın zor yaşamasın zor büyük düşü ağlasını yaşamasın zor yaşamasın zor بلبل همه جا در فصل بهار جانمه دلال زار ساقی بیار بلبل همه جا در فصل بهار جانمه گلستان تو بر برزد تو بیای از لعل لبان تو شکر برزد همه آی تو شکر و لعل لبان شکر است تو بیای از خنده تو من رو مثل برزد آی بلال زار ساقی بیای بلبل همه جا در فصل بهار جانمه بلال زار ساقی بیای بلبل همه جا در فصل بهار جانمه شراب راز باشد داییم تو هیچ روشن برای رو باشد داییم تو هیچ در کوزه دلم خاکی مرا کوزه کنن تو هیچ آی کوزه پر شراب باشد داییم آی بلال زارم ساقی من بیاره بلبل همه جا در فصل بهار جانمه بلال زارم ساقی من بیاره بلبل همه جا در فصل بهار جانمه برای دوستان عزیز برای همسیفای حقیقی بخونیم برای رسول الله در زندگی رفیقه دانم دیگر دیگر نیست دریا دیدم نبی دوست از دشمن ستیست یارم برای یاری غالی بر نبیبم دست زی عالم نیست با دوستات خریدم دنیا ترا نگیبه با دوستانی هم
زمانم آینه های عقیم در چشمانی دوستانم جان دوستان جان دوستان جانی جان دوستان ما صداقت ما محبت نیزد جان دوستان جان دوستان جان دوستان جانی جان دوستان مهربانان هم زبانان نیزد جان دوستان شما بردارد تنگی من را مهرتان در می بخشد دنیایی در روز را سر در دور جیانم از سرشمن گریزان با هم در می شمایم ای دوستان عزیزان با شماست بشکمی من مگر چی زمان برابر از شما سور مادر شادونه بخشدمونم دستتون بدهد دست آمون دستی زد با هم بوستان در کباب پاکیزم من ای مهربان دوستان جان دوستان جان دوستان جانی جان دوستان صداقت ما محبت نیزد جان دوستان جان دوستان جان دوستان جانی جان دوستان مهربانان هم زبانان نیزد جان دوستان نازم تو گل نمیشد کمان بودن نمیشد برده بدل آزاره دوام نمیشد ناله بودن نمیشد کمان بودن نمیشد شدی چکی باران نگین شتری شتری نمیشد ای آزیا ای داریا توی نمره بودی توی بیا ای آزیا ای داریا توی نمره بودی توی بیا بیا کاشکی دادم نمای چشمام دوش دیدم نمای چشمام یادی بینم نهای عشقام نو خودی زد نمای ایشان ای آدیا ای نادیا توی امره بودی توی آدیا ای آدیا ای نادیا توی امره بودی توی آدیا بیا ای زرن شیدن ای دشمنم بیموتن ای گاج بیا عرب بیا 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 نرم ای زرن شیدن ای دشمنم بیموتن ای گاج بیا عرب بیا 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 نرم ناله کنم نمیشد خندم کنم نمیشد در نگین شتری شتری نمیشد ای آدیا ای داریا توی نمره بودی توی آدیا ای آدیا ای داریا توی نمره بودی توی آدیا بیا زیده داشته دوستان عزیز هزار رحمت گوشت من میگم بالا بالا هم شد به نظرم آسته آسته حال میکنیم خورسندی شادی با ادامه دارد پدر عزیز شوخی میکنم همه وقت خورسندی شادی باشد معلم عزیز از جانب مادر عزیز یک جان تشکری میکنم سخنهای تبریکی باشد برای همسینیف و پرلیلان ای به هر درد آشنایم هم سبقهایم
تلخ و شور و تند و شیرین همسبقهایم. آره زمانی بود که ما تلخ بودیم، شور بودیم، پیش پای همدیگر را می داشتیم، کوکولان دختران را با پرتم می بستیم، آنها را آزار می دادیم. ببینید امروز چون خواهران و دادرانی که از یک پدر و مادر تولید گردیدند به همدیگر مهربان هستیم. آره بگذار همین مهربانی های ما جاودان بماند. من میخواستم امروز این لحظه پیش شما یکی همسنفمان را پیش خود خوانم و از شما خواهش میکردم که یک قرصک های نهایت پرموج زنید. او کیست؟ محمد جورایف. مرحمت. قرصک. انا همین محمد جورایف همسنفی عزیز ما از همون سنف یحکوبی ما، همین خیل پسر بچه خاکسار بود، حالا مرد خاکسار است. بگذار خاکساری او جاویدان بماند. سبب به صحنه دعوت نمودن من این خوشبختی خرسندی بهر محمد عید بالای عید آمده است. چه خیل عید؟ امروز مولودی محمد بوده است. محمد جان عزیز، من از نام خودم، از نام همه همسنفا، ولی با سخن گفتگاه هایم با میگن توی عزیز رو با روز خاطر ماند که عید بالای عید است، جشن مولود مبارک باد میگویم. همسنفان عزیز، همین محمد دین از تاجیکستان آمد مخصوص برای دیدار بینی همسنفا. با یک قرصک میزنیم و میگویم از نام شاعر مبارک باد زادروزت، بخواهیم بخت فیروزت، فراموش ناپذیر باشد همه روزت چو امروزت. نود رو به مظفر میدیم. مرحبا. همسنفان کجایید چرا از همدیگر جدایید؟ مردم قرچخم امروز وزن 40 سالگی دارد. اگر حضور می داشتید همه مهمان شمایید. اولش اینکه همتون السلام علیکم میگم. من از آن خرسندم که امروز من خدای مهربان همه ما به دیدار یکدیگر رساندن. از نام اهل نشست محمد جان جورایف از ته دل سلام تبریک میگم روز مولودش که در اینجا حضور دارن. یک گروه حافظان با همراهی ایلام جان صادقوف نوبردار، من پرویز جان حضور دارن. همه شما به میندار خدا بیان میگم. اولش استادم همتون مهربان، استادان مهربان همتون صحت سلامتی آمدگیتون. وقتی خودتون دریغ نداشتم اینجا من با همراه ما اشتراک کردید، همتون سری تعظیم فرود میارم. اولش میگم من معلم رسول سخنان ناز گفتم زندگانی با پدر چون تحت شاهین بوده است، بی پدر مشکل لیک امر الهی بوده است. بهار آمد نیامد بوی مادر، بهار آمد نیامد بوی مادر، شدم پزمان چشم روی مادر. نمی ارزد هزاران نوده گل به یک تار سفید موی مادر. اولش اینکه چون پدر مادر سر کردم من میبخشم. از اینجا نشستم بسیاریشون پدر و مادرشون حضور ندارم. من مویم پدر هستیم. من اینجا مادران پدران پدرکلان با مادرکلان هست. همه‌تون میگم که همه‌تون به هزاران عرض سپاس می‌کنم. من وقت خودتون دریغ نداشته اگوجا ایوب من شهر باستانی سخالین یوز سخالین من آمدم. رحمت اخوکی وطن من گفته عبدالرسول محمد رحمت همه‌تون برای تشریف آمدتون باید منت خودم میگم. هزار بار شکر بیادت دیدار یکدیگر به بچه‌ای که آمده نتونستن تلفن کردن من بویروف غیب‌الله جان، غفورов عبدالصمد، عبدالحکیم نعمتوف،
Фахриддин Хотамов қати ойлаш. Саудат Шукурова. Шарифҷон Юсупов мана. Окей? ها بایو اکن خودشون اشتراک نمیکنم گفتم بعد خیالم اکن توشتو من گفتگیم سببش و ها اشتراک کردنشون در کار بود خطی بودن روی خطان بود من همون نام بر کردم اجازت خیلی نصیبشون نبوده است اما بچه گفتم استادان مهربان هماتون باری دیگه تبریک ما از آن دلسوختگانیم زیرا که کینه نداریم یک شهر پر از دشمن و یک دوست نداریم گفتم روز ما تبریک کرم کن هم ایسیسی که محمد جان 100 ساله شد یک من اوز گپم واکرتو منم ما از آن دلسوختگانیم زیرا که کینه نداریم یک شهر از دشمن و پر از دشمن یک دوست نداریم شراب تلخ نمی نوشیم ولی مستانه میگردیم لباس کهنه میپوشیم ولی مردانه میگردیم برای همین هم اتومه باری دیگر سری تازه برو میارم رحمت هم اتومه اشتراک چون همین روز من باز مرم دوستان عزیز این لحظه خاطره هست همسیفای عزیز کی سخن گفتم میخواد من صحنه میخوانم پرویز جان مهرجا خیر جان توفه بختیار هابیلوف پشتونه گردان بسیدیم قبل نزنم گفته مرحمت لحظه خاطره ها ارگش بای سردار سینیفم با ایوبوف کامسال که سیفم با بیا تاجی بای السلام علیکم همسینفون عزیز استادای محترم من از نام خودم با این جشن پرشکوه همه شما رو تبریک میکنم برایتون صحت سلامتی عمر دراز برای کار اوضاع حوثی بچه های نبیره های بینیتون چهر که من معلم گفتن سید ولیوف همه سویج خوشرو ستنگ معلم جان این همون تاثیر کماندی سمیر نمیگفته تپ بکرده گروت پریود دام بکره میزدن این همون کماندای شما ما تو همین درجه وارده است شما معلم ها استادای محترم رحمتی کلان سلامت باشتون تا دنیا باشتون ما خرسان من لیچن همین رو سلام شما برسید همین دو روز باز من میگم کای سر میشد کای رفته میرسم کای میبینم چخل میشد کی میشد همونتون رحمتی کلان همونتون تبریک سلامت باشتون خصوصا من همین با همین تشکیلاتچی ها مظفر شریپوف منیره صادقوه پرویز جان آنیسا قاسیموه توفه خان از این منتداری میکنم برای اون که این یک چیزه همین قدر آدم جمع کرده ساخته اینا یک وای کردن کار آسان نیست شما رحمتی کلان رحمت السلام علیکم همسینفوی عزیز همه شما رو با 40 سالگی سویدشی ما تبریک میکنم الهیم با 50 سالگیش همراه قاید کنیم معلم و رحمت این کسبی قیمترین این دنیا این آدم تربیه کردن رحمت شما با هم تو رحمت دختر اول شما کنتو صد مهر و وفا میان همسینفان باشد همسینفای مرا خدا نگهبان باشد اولو السلام علیکم همسینفای عزیز بچه های مهربان دخترک های شیرین همه شمایان را من امروز به مناسبت 40 سالگی صنفمان
تبریک و تهنیت گفته برای شمایان همیشه اولو تنسیتی خانوادگی عمری دراز زندگی های شیرین همیشه برای کار طلب میکنم و استادان مهربان برای شمایان خوش آمدیتان نور دیده تاج سر رحمت برای مایه امروز حرمت کرده آمدگیتان سلامت باشین 100 ساله های 100 ساله با زنده باشین همسنفای عزیز ما همراه مظفر صادق و منیره آی نیسا شهادت پرویز جان ما 7 ماه باز انتظار انمین دیدار یکدیگریم من امروز به دیدار یکدیگر رسیدیم افسوس که همسنفای دیگر ما حضور ندارن از نام همه همسنفای در کدام روی دنیا بودنشان همه شمایان رو تبریک و تهنیت گفته برای شما صحت و سلامتی همیشه همه خیل دسترخوان شاد و مرادنده باشیم و یافتگی ما فقط توی و تماشاها و صرف کنیم هر جا که رفتین گل شده رویتان بلبل شده بیتان چکند گل کسند پول فقط توی کنیم آمین و رب العالمین الله اکبر رحمت های کلان همون گوجای دنیا آمدیتان هزار رحمت هماتون صحت آمدیتان سلامت با برگشت خانه ها و رفته همیشه دوستی اتفاقیت دوام تیم فقط در در گروپ ها لایک مانیم سخنهای زیبا فقط دعایی شروع کنیم با دقتتان رحمت همیشه زنده سلامت به پیش صنف A B و G اولا السلام علیکم همسنفای عزیز شامدیتان استادان عزیز پیش از همه به همه شما صحت سلامتی عمری دراز میخواهم همیشه در کار همهاتان موفقیت میخواهم همیشه میخیل همه شروع زیبا ما ایک گاب بوینی شامدیتان سلام علیکم همسنفان عزیز من آنقدر هم بس هم بای نیستم نه که 4-5 ماه شد که ای زنگ زنی همه بیزار ای جان کردم 40 سالگی اینا خدا نصیب بوده است من از نام خودم از نام همسنفانه که با سبب‌های گوناگون در اینجا اشتراک ندارن همه شما را تبریک گفته انشاءالله نصیب 80 ساله شدیم با همه خیلی با حساچه هم اومده یک باری دیگه قید میکنیم معلمای محترم استادای محترم همه شما در رحمت کلام خاطر دیدن اومدین سر ما به آسمان رسید خوش آمدین با یک باری دیگه خوش آمدین رحمت همسنفای عزیز خیلی خودسند شده و دیدار بینید رحمت وعدگی هم گفته که وای سال خدا اگر خواهد ماه آگوست با قلاشخمان بانم خیلی 40 سالگی بود همونه تشکیل میکنیم خیلی بودیم که نه اکن خیلی بچه ها بخشیشو همه وقت همه قید میکنه سالی تمام کردگی من گفتم که خیلیان یه باری دیگه همین یکم بار قدم موندگی صنف یکم مقصد و پیشواز گیریم نظر گیریم حالی تمام کردن با وقت هست انشالله نصیب باشه همه ما یه باری دیگه با جمع میشیم سال آینده اوگوست به علمی خبر رحمت کلام خوش آمده همه انگورو یعنی توجیبای کتی انگوری توجیبای کتی رحمت کلام خوش آمده همه کسی اولا السلام علیکم هیچ شادی نیست در این جهان بهتر از دیدار روی دوستان اولا السلام علیکم همسنفان عزیزان من وقتی قیمتی خود را درن داشته به این یک گوشه کناره که از تاجیکستان از قلاشقم دهکده عزیزی ما خیلی و دور است وقتان را درن داشته آمدیتان نور ده تاج سر
تشکر. من شخصا از نام خودم برای همه شمایان صحت سلامتی آمادی کار همه خوشی آقای حیدر تمام دارم و این چیزی من گفتم برای تشکیل کننده های همین شب نشینی تشکر بسیار من منیر خان به مظفر فرد جان عبدالمنان من اینجا اینم تشکیل کننده است اولیسا خان برای همین تشکر بسیار بسیار خرسندیم نوابسته که از آن در کدام کوشه کنار دنیا نباشیم همه دوست رفقت هستیم از همه دیگه یک قلشقم زیبا هستیم برای همین شخصا از خودم برای همه شمایان تنصیحتی خوش آبادی بگذاره چه عرضی داشته باشه جامعه من باشد بگذار همه وقت خورسندی حیات نزد شما باشد خوش آمدیتان نور دیده تاج سر تشکر من یک تا حدیث شده تو نشناخته این چی کام نیو لوتین ده اسنوفکا اسلیک بودم یک کلینچک یونگی زنک اومدو امجا استاد پیشم بود نگاه کرد بویاگ نگاه کرد بویاگ نگاه کرد من حیران کی باشد چی باشد سالی گفت که شما پسری حمد بکن نمی گفت من گفتم که من حمد بکن خداش این انیکدوت نه یعنی خیر حاضر جمع شدیم همه همزیفو بعضی های 40 سال ندیدگی بودم بعضی های کم کم 5 سال 10 سال شد همه نزدیکش یک 6 سال شدگی دیدگیم من خرسند اشتراک کردم من آمدم همتون دیدم شما به همتون به سلامتی بچه هاتون به سلامتی عمری دراز حیاتی ما اساسی بچه ما آدمی کلان شدیم بچه بودیم کلان شدیم الان بچه های شما خرسند کنند سلامت باشند اگر بچه ها تینج باشند و سلامت باشند ما هم تینج و سلامت رحمت دامد خیر دوستو گپای بسیار نقش شد با ilova کردن اینجا به خیالم یگان لیشنی گپ زدن ناجایز ما هم همین برای همین گپا خوش اولش استادای عزیز رحمتای کلان برای قدم تشریف کرده اومدگی اتون همتون با صحت سلامتی عمری دراز دولت پیری حضوری فرزندان میطلبیم دوستای عزیز یک رفیقم من کنیم ای جورایف امروز جشن تولدش بود است خداوند کریم عمری دراز کرد کجا تاکی стол بروز کردم ویا 100 سال شود با قول بعضی قبیله ها سال توپول کردن میگوید که نداجивешь до 100 лет сам зарежу 100 ба надарот хафаги ҳамам бинад гуфта хайр расонтон илоим 100 ба дарот хурсанди бинад сиҳат саломат бошад раҳмати калон аввалаш шарипов музаффар ба вай ҳамин сарҷамӣ моя сабабаш ҳамин ташкилотчи гурӯҳ ташкил карда ёдотон бошад аввал имово партофта буд баъд бо ҳамон ватсапа кушода ман ҳамин бисёр моя муташаккил кард бисёр мудаввар шудем раҳмат сониян мана духтаро тӯпахон абдураҳмонова хайрихон ойнисохон мунирахон шаҳодаҷон умуман кия ман номбар накунам гуноҳ саломат бошитон раҳматҳои калон ман бисёр хурсанд ки мана ҳозир ҳамдам гуфт ки 40 сол шуд баъзе одамои надидим ҳамчунин манам ҳамихел
40 سال شد 39 سال شد الهی خداوند کریم سالیای بسیار تیار سونش بعد سال دیگر خداوند کریم اولش فرمود که به هر یک سبب به هر یک این خیل نقشه کشی نصیب گرداند که با هم شنیم با قول رسول человек полагает Бог располагает خداوند کریم الهی فرمود که ما با هم خیل جمع شده دیدار یکدیگر برسیم رحمت‌های کلام گپ بسیار کردم حضور دوستان امروز همه روزی بهترین من برای خودم ممکن شما هم خیلی حس میکنم برای همه اینا ببینید این کلکتیف دیگه خیلی سرجم کرده نمیشد ما خیال کرده بودیم که میشد و نکی نمیشن اکنون اینا خدای خودش میدونه رحمت برای تصیفتون سلامت باشتون رحمت دوستای عزیز با این با حضور من بعضی گپ‌های روسیه چی کنم با آدرسی اونهایی که حاضر همینجاندا تشریف ندارند اشتراک ندارند من دوستا همتون دیستون جاهای بچه‌هایی که عمدن نتونستن خالی معلومه گلی سرسبتی ما همچنین اما هم بچه‌هایی که نیستن با سبب‌های گوناگون همه بسیاری‌ها نکین وعده کرده بودن که می‌بینیم گفته خداوند کریم نفرمود جوشون خالی الهی همین خیل کند که همیشه به یگان سبب به خواست خداوند فرمود با همین خیل جمع شویم سونی یک چیز دیگر گپ بسیار کردم حضور روزای گندتون همین خیل روز گذرد سلامت باشید دوستان عزیز شاعر گفته است غرض از تشریف ما دیدن روی یار است ورنه در هر قدم نان و نمک بسیار است آره همه جا نان و نمک لیکن ما امروز مخصوص برای دیدن دیدار روی دو سرجم آمدیم الهی همیشه سلامت باشیم زنده باشیم انسان یک چند وظیفه های خود را دارد که یکی از وظیفه آنها اگر امکانیت داشته باشد به حج رفتن است ببینید امروز دو همصنف عزیزی ما حج رفته اومدن بیاید در زل قرصک های شما مغفرت جان و همسری آن کس عبدالرحیم پاچه ما به صحنه خوانیم شاید که خدا به ما نیز مناسب بیند که ما هم مثل آنها به حج رویم مرحبا قرصک های بلند نهایت بلند السلام علیکم همسینفای عزیز منم باوریناک همسینفا میگم برای آنکه منم تمام کننده همون سال که شما تمام کردید فقط مقطع میانه رقم 30 دهه لاهوتی و هم به احساسات البته حاضر جدای هم درجه اولش به بلند من خرسان شدم ما باور کنتون مویم همین کلین گفتن که همین خیل همسیفو تویده مشودیان هم جوه انین همدنبای مظفر عبدالرسول موقتی خوندگی پرویز عبدالغفار همه ما مشودن گفتن ما باور کنتون اتپسکه پرتافته شب ساعت 12 شب آمده همون خوک وطن اقرش کم آمدیم مویم برای همون گذاندن اتپس که سالی ما هم برای همین آمدیم نکن من وای نشدم جلیت نکردم که آمدم احساسات حق کنی باور کنتون رحمتی کلان همین تشکیل کننده ها و رحمتی کلان من که خیالم به حاضر مقطع میانه و گشتیم امیر خوردیم بچه ها که شناس بودم هم بچه های شما که هم مواشون که عبدالصمد که عبدالرسول مارجب همشون که قطعی کلان شدیم سال 84 دوشنبه رفتیم همه ما هر روز قطعی همون مظفر و قطعی پرویز
خطی همدم همه ما خطی میگشتیم اونجا همه تون به صحت سلامتی میطلبم همه وقت هم خیل هم دیگر که با خود استیتون سلامت باشتون بختوی بلند میطلبم سلامت باشتون رحمت کنم السلام علیکم هم سینفا خواهر و برادران عزیزم همتون به صحت سلامتی میخواهم حاضر بعد 39 قریب 40 سالی ختمی مکتبی میانه در همین تالار با همه ما یک جای جمع شدیم و کردیم هزاران رحمت من به نهایت خرسندم همتون به سلامتی میخواهم خدایا از خدا طلب میکنم که همیشه خوشحالمون کند پیروزمون کند کمکمون کند همیشه راه رو برای ما نشان دهد ایمانمون رو مستحکم کند اخلاق عقیدمون رو افزون گرداند همیشه عملی که لایق جنت است نصیب هر یکمون گرداند برایتون سلامتی خوشبختی هرگز فرزندای درد و داغش رو نبینیم همیشه پشتمون دماند صحت سلامت باشد باغشانده همیشه باغبان باشیم برایتون برای همه‌تون سلامتی دارایی به نهایت بلند آرزومندم رحمت الهیم همه‌تون خدای مهربان همون جاهای مقدس به مناسب بیند همون در جاهای مقدس که طاعت و عبادت‌های بزرگی را که به انجام رسانیده آمدیم خدای مهربان به درگاهش قبول و حج ما مقبول گردانده باشد همه‌تون آرزوی هوساتون برساند همون جاها و قدم زیر کرده همتون زیارت کرده بیتون رحمت و دقتون رحمتی کلان محض انا همین رو میخواستیم که از دهنی شما شنویم زیرا سخن شما استجاب میکرده رحمتی کلان یک قرصک های ما همسیفان برای شما الهیم خدای مهربان دری رحمتش رو باز کرده این دعاهای مستجاب گرداند رحمتی کلان بزم ما ادامه دارد و این لحظه باز الهام جان الهام های رقص شما رو میارد و همه شمایان را به صحنه رقص بحری خرسندی رقص های زیبا تکلیف می نمایم مای زبان تو را میجویم گل ریحان تو را میجویم مای زبان تو را میجویم گل ریحان تو را میجویم اختران بسیارن در آسمان اختران بسیارن در آسمان از میان اختران آسمان اختر من تو را میجویم گوهر من تو را میجویم اختر من تو را میجویم گوهر من تو را میجویم
رسکن نگاه کرد سبزیدهی کجلی میرسی و گلزی صبح شمم برستن مرا با بود ببری دربو مرحبو سبزیده برست در آمد رسیده دوش پیچیده دوش یولا دوش میرزد بودی دربو مرحبو سبزیده برست در آمد رسیده دوش پیچیده دوش یولا دوش میرزد مبارک شود Cidadãos, em cidadãos, e eu na cocheiraça, e darabo, marabo, sabe na maraça, era cidadãos, em cidadãos, e eu na cocheiraça.
میبندم از قلمت گوش میبندم اینجا پدران عزیز بسیار خوشگلندی چند موسیقی با جانب تلفن میوانه برای شما مرحبا Kumlar közlüğüm Gözleri yüzlerden yetermen Şirin sözlüğüm Yanıma Parvanıma Sen değil Allah'ıma Yanıma Parvanıma Sen değil Allah'ıma Cennet Oynasın puanıma Hayatım da geldi Puancım da geldi Tanrım bir baskınını Oynasın puanıma Cennet Labıdan pardozdan Derman Kumlar gözlüğüm Gözler yüzlerden derman Şirin sözlüğüm Cennet Sensiz arzularım gerekmez Ne diyorsun böyle gerekmez Fakat sen getirmem Soğuşlarım güler itiraz Kalbimdeki sabır kıl biraz Üç beş sene senden iltimas Gittim demek yine olamam Cennet Kumlar gözlüğüm Gözleri yüzlerden derman Şirin sözlüğüm Cennet Labıdan pardozdan derman Kumlar gözlüğüm Gözleri yüzlerden derman Şirin sözlüğüm Cennet Let's go!
کردم برای دوستان بس چیکم و تام تیر سام فرقان دقی تاییدم چیکم و تام تیر سام فرقان دقی تاییدم من که بپریگه ادام فرقان دقی تاییدم من که بپریگه ادام بسیار خواهش کردم یه بار دیگه از سروده دنیا گذران بخوانیم برای همین شما با خودش برام است زیرا باش تا پدران عزیز مادران غمخوار آفرین خود تشکیل شما زیرا باشه دنیا گذران دنیا گذران آنکاری دنیا گذران دنیا گذران دنیا گذران آنکاری دنیا گذران خوشبی شبه یاری جوان با نغمه سرای دل عاشق بسران خوشبی شبه یاری جوان با نغمه سرای دل عاشق بسران سالی دیگر عمر جوان می‌گذرد گل می‌گذرد نفسی گل می‌گذرد ما شیشتم و داریم مازی گل می‌گذرد این سال گذرد سالی دیگر باز آید تا سالی دیگر عمر جوان می‌گذرد تا سالی دیگر عمر جوان می‌گذرد دنیا گذران دنیا گذران آنکاری دنیا گذران مسئله دل عاشق بزنم
همسیفان عزیز، خواهر و برادران مهربان، استادان گرامی، بزم ما ادامه دارد. بیهوده نگفتن زنده و جاوید ماند هر کی نکنام زیست که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. ما هرچند در این دنیای فانی هستیم، خاطره های دوستان گذشته‌مان را از دل و از خاطر نبرآورده ایم. بیایید این لحظه سخن را به آموزگار عزیز حیات افتیم تا بر روح گذشتگان ما یک دعای بخوانند تا آنها خانه آخرتشان آباد باشد، خاطرشان جمع باشد، زیرا که روزی می شود که ما هم نزد آنها میریم. مرحمت استاد عزیز، سخن را به شما میدیم. همسنفان عزیز، از همتون احترامانه خواهش میکردم که وقتی سخنگویی استادمون با دقت باشیم همه. رحمت. شاگردان عزیز، فرزندان محترم، دختران بدیل جان نزدیکم، یک نویگری از بین همسنفا، یکی از همسنفای شما نظم میشناسید، نظرف مومن جان. نظرف مومن جان سال 2022 عنوان دکتر فنهای فلسفه شد تاجیکستان به. امروز نظرف مومن جان اعضای اکادمی فنهای تاجیکستان پروفسور عنوان گرفتگی، این آبروی اعتبار شما است. من گرچند وای حاضر اینجا نباشد هم من همچون استادش میتونم از نام وای شمایان را تبریک گویم و همیشه صحت سلامت باشید و خاطرتان جمع باشد. یک بزرگان با زبان ازبکی نوشته است و سروده وای میخواند، احرار عثمانوف میخواند: یکی کوز کور بولسا هم یورک کوزی کور بولمسون. دو چشمانت نابینا باشد هم چشمان دلت بینا باشد. هر دیگر را با دل نزدیک شناسید و با دل بینید و مهربانی خود را دوام دید. حالا حاضر من از همین پادشاه مهربان شمایان، از نام پادشاه مهربان شمایان و از داماد ما خواهش میکنیم که حاجی یک تلاوت کنند در حق گذشتگان استادان، در حق گذشتگان پدر مادران، در حق گذشتگان همسنفان. اگر راضی باشید گوش کنید. رحمت کلام معلم، رحمت کلام همسنفای عزیز، معلش اجازتیتون با اجازت شما من یک تلاوت میکنم بر روح تمام گذشتگان همین منزل و مکان و در خطرش همون همسنفایی که حالا در بین ما نیستند تلاوت میکنم. معلم مهربان دعا میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. آمین. پروردگار عظیم‌الشان آیات‌های تلاوت شده ربانی را خدا به درگاهش قبول کند. پروردگار ثواب حاصل شده همین آیات‌ها را بر روحانیت گذشتگان همسنفان، بر روحانیت گذشتگان هم پدر و مادران، هم خویش و اقربان نزدیکان و هم گذشتگان اهل دیار ما ببخشیم. هم آشان خدا رحمت کند، جایکش جنت کند، احاز کوثر سیراب تاریکی قبراشان را پر نور و منور از شباده بیشتر بهره‌مند گردانید.
ثانیاً هموطن به الله تعالی تنی صحت، خاطر جمع، عمری دراز، رزق پربرکت و تنصیحتی همیشگی با همین اهل خاندانتان و اهل عائلتان، فرزندانتان الله تعالی چقدر عمر داده باشد همه را با تنیسیت و خاطر جمع خانه آبادو زندگی با برکت کتی گذراندن به خدا موفق گرداند. پروردگار گوجا باشید، همیشه بر یکدیگر خبرگیر باشید، بر یکدیگر مهربان باشید. خرد و کلان همه ما را الله تعالی مهربان گرداد. الله اکبر. ها دوست و همسینفو همین خیسته نیمونود به مثال دیگه ابا درباره خودش من فلانچی در کارکستیم فلانچی میتونه همین برای اون که شما دونتون که همسین شما گوجانده زندگی که سوز چخل کار کرد همینم نقض میفتم و اکتم و اکون گوزاند همسینفون عزیز سخن استاد گوهر است. تکلیف نمودند که یک لحظه همه ما درباره خودمون معلومات گوییم، معلوماتی مختصر. نام و نسب ما، عائله داریم، چند نفر فرزند داریم، چند نفر نبیره داریم. حرف ا سر میشد ایوب مهرج من ایوب مهرجان میرحمدویچ دختری اوسیب شناسی ولایتی ساخالین، عائله‌دار، 4 فرزند، 9 نبیره. رحمت شناختیتم می یا با تکرار کنم می؟ رحمت قرصک برای مهرجان. من عبدالرحمن و توپه دهخانونه صاحب 5 فرزند در شهر دوشنبه پایتخت عزیزمان زندگانی میکنم. ورتوسک در شهر ورتوس زندگانی میکنم. خانشین صاحب 5 فرزند 11 نبیره می باشم. من اینجا با یک فرزندی من 6مین فرزندی من حضور دارن. من سخن من به بچم میتیم. عزیزان مادر عزیز، این کس همچون مادر خانی من هستند، مادری عزیزی من هستند. این کس طول چند سال ما یکدیگر رو میشناسیم، همراه فرزندای خود ما جمع میکنن، تربیت میکنم. حالی گفتم که معلمان این پدر مادر هستند، برای من پدر مادران من خیلی مادرانی بزرگوار هستند. همراه فرزندای اینها همچون دادر یار و برادری ردنای هستیم. مادر عزیز، من همه شما فقط طلبگارم که همه وقت فرزندای دعا کنیتون، خداوند کند که نامبرداری هر یکی مادر پدر باشیم. همه ما من 40 سال شده است که من شما مکتب ادا کردم. خداوند کند که هر یک فرزندای شما پیروی همین خیلی مادرای پدرای بزرگوار باشند. مادر عزیز سلامت باشید. 5 فرزند گفتید، ششمش خیلی من کو 6 فرزند گفتن یاد گرفتید. رحمت برای مادران عزیز یک قرص که بلند بزنیم. مادر عزیز مرحمت. رحمت الهام جان همیشه سربلند باش، خانه آباد باش. همین خیلی تویایی نغز به اشتراک کرده، فقط خرسند سلامت زنده باشی. رحمت به دقتت. از رحمت مادر عزیز. یک قرص که بلند برای مادران عزیز. این چونین برای معلمه مهربان. سخن استاد گوهر زمین بمونده نمیشه. من شریف مظفر محکمویچ از شهر سنت پترزبورگ. من امروز تشریف آمدم. 4 فرزند دارم، 6 نبیره. زندگانی در شهر سنت پترزبورگ.
شكرا ها مرحبا توجه بوي مرحبا يوبي سال جاوز के गाजा मोशे हैं उसने ये क्या गाता तू की बिदकते को मां ये मैंने तो गुस्सांगे माना है तो नाम की चीज नहीं این بیام هنردار کار گام زدم و دوستان عزیز من کمترین از شما هستم من خیر شناختگی میشناسد نه شناختگی خدا خود توجبوی میشناسد صاحب 7 فرزند خدا شکر فرزند کلانوم من هزار شکر خدا و حاجی فرزندی سیومومو قطی چهارمش استی تربیت جسمانی تموم کرد خدا و شکر چمپیونی میل شده آمد دولتی پولشا و دوم کنتون من گروه نیسته بودم این چیزا سلامت باشتن رحمت با سه فرزند کلونیم با سه فرزند سه پسر دویمش با یک پسر دارد سیم پسر هم همونه که چمپیون келинча рӯзи 13 таваллуд кард духтарча комила дуо кунтон мана дар ҳаққаш ҳамчунин дар ҳаққи фарзандои шумо дар ҳаққи набираҳотон дар ҳаққи ҳама аҳли оилаотон ҳамчунин дуо кардем худованди калим ҳамашон дар паноҳи худо нигоҳ дорад сиҳат саломатӣ атиҳад барори корошон атиҳад ривоҷу равнақошон атиҳад устодои муҳтарам این گپ اولا با شما تعلق دارد سلامت باشتون رحمت های کلان خیره مقدم عبدالله رحمت پرویز جان تو همین درجه من انتظار بودم که اوینیسا هم صنفم میکروفونم حاضرم قاروف عبدالله میتیم گفتگی گوینده بودم سپاستر حاضر من کمتر پیش آمدی کردم بهار آمد زیومرم باز یک سال دیگر بگذشت تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت در روفریت میگویند تا درخت بالا رود شاخ و خم میشود حیف عمر آدمی تا میرود کم میشود دوستان من هم صنفای عزیزم ما صنف A B V G همه ما یک سر یک تن یک جان من معلمای معتبر ما هم جشتیم ما انیمهون وقتشان گفتم учитесь учение это свет но учение это тьма ما گوش نمی‌کردیم دیگه معلم‌ها سونی حاضر اومده زمان روسیه بسیار ما در می‌مانیم چوه چون خاطره که اون که ما اونجا مستحکم کردیم ما نیده همین خون گدگر نان خودگی و دوید رفته حالا که باید به یکت ارغمچین که محکم کنیم میموندن خوشرو کردیم مخویدیم و گریختیم برفتیم ما برای همین آینده همصنفا عزیز همه ما یک دل یک جان یک سر یک مهر و قوت پیدا کنیم که 50 سالگی میم کنیم آینیسو 60 سالگی میم کنیم اکن البته من خودم از ساکنی قرچکون قهاروف عبدالله عبدالغفارویچ سال تولدم 1966 دهمی فرزندم 2 پسر دارم نبیرم 3 نفر نبیرم است اقامت در شهر سرگو دارم ما خان میسنی آینده کی اگر درگاه ما همجه بیون مرحمت نور دیده تاج برزد باز کی میخواد اگر هیچ کس نباشد من هم خودم شناس میکنم من حالی هم قاسم و آینیسا شریفه بودن آیله دار صاحب 3 فرزند یگانه نبیره از همه جوانو من بعض ما دوام دارد خیلی دیگر رو آمن باز جوانتر نابت حافظا میتیم رقص میکنیم همه طرفدار اگر طرفدار باشتن قرصک میزنیم
تشکر زیاد مادر عزیز. همه شما قریب که بابا بودین. باباها و خدا عمری دراز دهد، اوچه ها به عمری دراز دهد. خداوند کند که 50 سالگی همه خیل کم نشده. زاید شویتانو کم نشده. 50 سالگی همه خیل با از این هم خوشرویترین و خوشرویترین گذرانیم. گپ نیست. مادران عزیز، باری دیگر از نام مادر عزیز توفیق خان تبریک میکنم همه شما نه. 40 سالگی مبارک باشد. همه چی خیلی که یاش هستیتان، اما وقت میخوای یاشو خوشرومانیتان. یک قرصک برای خداتان. اینجا اکای عزیز یک سخن. دوستو حاضر جان حاضر حجوی درقشمون دو میکرگی اگر وای باشد یک دقیقه ای جان اینجا معلم سید ولیف معلم علیف معلم حیطوف همون سر کرده دو کنید مایلاش معلمک های عزیز شرک های مهربانم همشنفک های فرزندم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرتی سرکاتان به دائما نورک های رحمتی پروردگار نورک های مغفرتی پروردگار سلام و تحیات های پروردگار باران کرده ریزد الهیم هم یکاتان این جشنکای 40 سالگی هاتان کتی تبریک های زیاد گفته همه هاتان به پروردگار درخواست های نیک میپرسم و بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. خداوند کریم به حرمت این آیتی که شایش به حرمت 30 پاره قرآن مقدس هر دایما در زندگانی در همه عرصه های زندگانی که شایشکاتان نصیب و روزی گردانند الهیم. به حرمت 30 پاره قرآن مقدس خدا جانکاتان به خیر و برکات عطا کند رزق و روزیکاتان به خیر و برکات عطا کند نسلکای فرزندکا به خدا خیر و برکات عطا کند الهیم. کسب و کارکای خودکاتان به خدا خیر و برکات عطا کند الهیم. به حرمت 30 پاره قرآن مقدس پروردگار درگاه های خودشانده شهمان بسیار مرتبه های بلند نصیب و روزی گرداند زیرا پروردگاری مهربان و ارجمند صاحبی مرتبه ها است. پروردگارم هر قدمک های ماندگی هاتان نور ملائک های از سرکاتان دور کند الهیم. خداوندی کریم قدمک هاتان و حسنات ها ارجها نوشته گرداند الهیم. یگان جان در مقد نکند پروردگار دائما سرکاتان دستکایی بلا کیف خودش کتی با مهربانی های خودش سیله کند الهیم. از فیض و فتوحکاش از فضیلت های نوربار از خیر و برکاتهاش از سخاوتهاش از مروتهاش سرکاتان به باران کرده ریزد الهیم. پروردگار مهر و محبتش کتی شهمان خداوندی کریم هم پیچیده و پوشیده گرداند و هم سرازیر گرداند الهیم. پروردگارم دائما زیر نظر که پروردگارم باشتم خداوند کریم به حرمت 30 پاره قرآن مقدس شهمان در امانکاش با نور ایمان نگه دارد و به کامل ترین کمالاتش هم در دین هم در دنیا و هم در عقبا مناسب گرداند الهیم. این دنیای آخرت کاتان آباد گرداند هم سرفراز و هم سربلند
و مأموری یاری خودش هم در دین هم در دنیا و هم در عقبا گرداند. هم یکاتان اهل و ایالاتان کتی پدر و مادرکا کتی خدا نیک گرداند. صالح سالم اسلامی با نور ایمان گردان پروردگارم. صاحب قرآن گردان، صاحب کاروان گردان، صاحب پنج وقت نمازی بی خطا گرداند پروردگارم. الهی مو صاحب دولت گرداند. پیری و دولت پیری کامل شبیتان الهی هم سفرکاتان و خداوند کریم دائما پیرکای کامل گرداند. هر گجا سهر کنیتان سفرکای خدا بخیر کند. و باز به حرمت بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا. هر گجا باشیتان خدا فتح و فرها نصیب و روزی گرداند الهی. یا ربنا آمین یا ربنا آمین یا ربنا آمین. میری و دولت شده داشتم نصیب و روزی گرداند الهی. آخرت کامیم هم یکاتان هم سینفت کاب دست که مهربان شده گشتم نصیب و روزی گرداند پروردگارم. با حرمت 30 پاره قرآن مقدس هم مهامانده اندکی باشد هم بیماری ها های. خداوند کریم به حرمت آیتکای شفا دردکا و شفایکای کامل عطا کند. آمین به رب العالمین و یا خیر الناصرین برحمتیک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد من السماوات و من الارض و من العرش العظیم. خداوند کریم نورکای قرآن و نورکای صلوات سرکاتان به تاج گرداند الهی. سایبان گرداند الهی. چادری رحمت گرداند. الله اکبر. رحمتای کلام حضور رحمتای کلام رحمت همه من شما و رحمت صحت سلامت باشید. هزار رحمت مادری مهربان و سلامی مایه رسانید. سلام همه مایه رسانید. یک جان تشکر برای دعایهای نیکی مادری عزیز. خداوند بزرگ کند که دعایهای نیکی مادران مهربان پدران غمخوار اینجا استادان عزیز سخنهای نیک کردند جامعه عملی گرداند و همه وقت خرسندی و شادی باشد. اینجا یک چند سردای موافقهایش طلب کردند مادران پدران یار و برادران عزیز همه کسا خرسندی میکنیم. بعد از آن معرکه ما با خوش و خرسندی جمع بست میکنیم. سردا بهر شما میخوانم. سردا موافقهایش برای شما همه کسا خرسندی شادی میکنیم. مرحمت. Girmesen kafa bulamam, kafa bulamam. Bir cilmeyin dökülmesen kafa bulamam, kafa bulamam. Şu çektim bükülmesen kafa bulamam, kafa bulamam. Bir cilmeyin dökülmesen kafa bulamam, kafa bulamam. Asmanında yıldızın sen, kızda nurin gündüzün sen. Asmanında yıldızın sen, kızda nurin gündüzün sen. Senin sen yıldızından kafa bulamam, kafa bulamam. Senin sen yıldızından kafa bulamam, kafa bulamam. Yakılmasan senden yaman kafa bulamam, kafa bulamam. Yakılmasan senden yaman kafa bulamam, kafa bulamam.
حسن هم که چرا من خفه بلمم خفه بلمم حسن هم که چرا من خفه بلمم خفه بلمم علی ازلم که نسکو خفه سزه سکو علی ازلم که نسکو عاشق خریم سزه سکو یعنی حسن بلسکو خفه بلمم خفه بلمم یعنی حسن بلسکو خفه بلمم خفه بلمم شیشه گفتم بکرمسن خفه بلمم خفه بلمم بخلمین بکرمسن خفه بلمم خفه بلمم دلبرکی جین دلمو خنده بسوی موزدی شمایی خوشترین بلم نمیدانم صدا زدی دلبرکی جین دلمو خنده بسوی موزدی شمایی خوشترین بلم نمیدانم صدا زدی همچون من برآمدی شاد و دل برآمدی یا مثل فرشته از سما برآمدی لاله باشد اسمم لاله باشد اسمم شهدی در زمان من نسیم قسمت لاله باشد اسمم لاله باشد اسمم شهدی در زبان من نسیم قسمت سری کوهی بلند نیمه کشد یا بخاشش اسمایی ترمه کشد یا سری کوهی بلند نیمه کشد یا بخاشش اسمایی ترمه کشد یا نمیدانم که روز داشتی باشد بروی دفترم خط کشد یا نمیدانم که روز داشتی باشد روی دفترم خط میکشد یا لالا 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 انگوری با بخوابه لالا 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 انگوری با بخوابه لبت خندو لبت خندو لبت خند با تو دستیتم شادا بلندم لبت خندو لبت خندو لبت خند با تو دستیتم شادا بلندم و بالینی بلند سرما لبت خند و تقدیر خدا تدا لبت خند و بالینی بلند سرما لبت خند و تقدیر خدا تدا لبت خند لالا 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 انگوری با میخوالم لالا 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 انگوری با میخوالم وقتی دیداری تویم حالم خراب است حالم خراب است حالم خراب است سرمستی لبهایی تویم چشمم خراب است چشمم خراب است چشمم خراب است در کوچه های زندگی همچون غریبه همچون غریبه در کوچه های زندگی همچون غریبه همچون غریبه بگو در این خانه ها جان در عذاب است جان در عذاب است جان در عذاب است بگو در این خانه ها جان در عذاب است جان در عذاب است جان در عذاب است
تو وفا میخواستم و اما چی دیدم اما چی دیدم از تو وفا میخواستم و اما چی دیدم اما چی دیدم به تو در این خانه ها جان در عذابم جان در عذابم جان در عذاب است به تو در این خانه ها جان در عذابم جان در عذابم جان در عذاب است مفتونی بیداری تویم حالم خراب است حالم خراب است حالم خراب است سرمستی لبهایی تویم چشمم خراب است چشمم خراب است چشمم خراب است 6 سالگی مبارک باشه بهاری من نزنی منی بیشارم بینم بهاری من نزنی منی بیشارم بینم برای دیدنی روی ته خلندن در جهان گشتم برای دیدنی دوسته شهیدی کربلا گشتم شهیدی کربلا گشتم برای دیدنی حسنت شهیدی کربلا گشتم صدا بحر شما موخش من از شدم خستم بستم دل نگاهم تو کبوتری یا بیبری یا بگلیستان دیلم بیبری تو کبوتری یا بیبری یا بگلیستان دیلم بیبری
دارم شکایت دارم حواله دار و تو بگویم حواله دار و تو بگویم شکایت دارم شکایت دارم حواله دار و تو بگویم حواله دار و تو بگویم شکایت دارم شکایت دارم حواله دار و تو بگویم حواله دار و تو بگویم شکایت دارم شکایت دارم حواله دار و تو میگویم حواله دار و تو میگویم یه سردوز بگی خوشگل آواز zamanında olsun kuş Deve götüş, deve götüş Zamanında olsun kuş Deve götüş, deve götüş Bulbul en
زمانم در آزاد خوش دورگ توش دورگ توش زمانم در آزاد خوش دورگ توش دورگ توش دورگ توش دورگ توش از اون اکر مزافر شد تبریک در زندگی رفیقه مانندی یک دیگر نیست دریا دیدم نفیدوست از دشمن اصل نیست یارون برای یاری غالی بر غالی بر دست زیارت نیست یارون سال غریبن دنیا چرا نگیده با دوستانی همدم با عشق و خنده های در روزی شادی بودم از شروع و از خطاها وارستم میتوانم آینه های قلبی در چشمانی دوست دارم جان دوستان جان دوستان جانی جان دوستان با صداقت با محبت میترسی جان دوستان جان دوستان جان دوستان جانی جان دوستان مهربانان همزبانان میترسی جان دوستان قدری بالای شما بردارد قدری را دلتان گرمی بخشد دنیایی ره روزه را سر در دورنجی عالم از سر شود ریزان تا هم گرمی شمایم ای دوستان عزیزان با شماست بشکمی من بگردی زمان برابر اشما سو ندارم شادومه نقش دوانگر دست دام میدهد دست او دستی زن و دوستان در جواب آجیزم من ای مهربان دوستان جان دوستان جان دوستان جانی جان دوستان ما صداقت ما محبت می‌سازی جان دوستان جان دوستان جان دوستان جانی جان دوستان مهربانان همزبانان می‌سازی جان دوستان این خورسندی و شادی گذارد زیده باشتم مادر عزیز معلم عزیز مرحمت سخنهای آخرام برای مادر عزیز میتیم مرحمت حال شیخ‌ها زیاد میشه همسیفای عزیز تا آماده کردن آنها بیاید یک خاطرمان لحظه سنجشی همسیفی را همچون طریق شوخی میگذارونیم یک نفر را خواهش میکردم من به یاردم کنم شهادت بید دو نفر همسیفانی همدلان را تکلیف میکنم چیزی اینقدر دشوار نه حتی یک سوال آسانه که که دو نفر همسینفای همدلا دوست و دو گانه ها فرقش نکی باشن دو نفر همدلای تکلیف میکنم مرمه توفه خیری جان توفه و شهری جان هر دوتون تکلیف میکنم مرحمت توفه و شهری جان هر دوی همین همسینفا یک سینفان در قطعی خواندگی دوگانه ها توفه دوگانه نزد شهادت بمیره من نه و یک زمان دو کتی میخوندیم پنج کتی میخوندیم حاضر همه 5 کتی خونده گشتیم زندگی اداره کرد و نیستیم من سوال میگویم جوابش توفه می نویسد
دهانی شهریجان جوابش می نویسد. سوال من، خوراک دوست داشته همسنفی شما خوراک دوست داشته همسنفی شما خوراک دوست داشته من آشی پلو. جواب منتو موافقت نکرد. او آفرین قرصک برای هدیه ها. شد 2 نفر دیگر مرحمت بچه ها کره ها فخردین که محمد هر مایلش عبدالرسول که فخردین نزدیم عبدالرسول وقتی خالگی عبدالرسول با چیکار مشغول می شود فخردین می نویسد سونی عبدالرسول دهانی جواب میده. وقتی خالگی عبدالرسول با چی کار مشغول می شود می نویسد. عبدالرسول چی کار که مشغول می شود وقتی خالگی عبدالرسول با چی کار مشغول می شود وقتی خالگی می چیکار میکنم؟ وقتی خالگی دم میگیرن دیم واگو همه شنوید می عبدالرسول وقتی خالگیش به دم میگفته است. انا کن وقتی خالگیش به عبدالرسول کیهان به میپرد یا زیر زمین به میدرد نیزد. موافقت نکرد. با حسن نفرهای دیگه خواهشمنده با حسی هم خواهشمنده جواب خیلی جان کدام رقم را شما دوست میدارید؟ رقم 5 جواب روز استراحت یعنی یکم دویم من روز استراحت جواب با تغییر آمد. جواب موافقت نکرد. خیلی قرصک ها باز این دفعه نوبتی همسیفوی عزیز عبدالرسول کتی عبدالغفار عبدالجلال عبدالرسول کتی عبدالغفار هم دوستم من سوالم کن سوالی جواب پیدا دیگه عبدالرسول به همسینفتان کدام فن را دوست می داشت؟ نه عبدالرسول کدام فن را دوست می داشت؟ نامی فن دوست داشته عبدالرسول سالی با یک تا جواب تایار شدیم جواب تایار باشد دوست بکنیم فن دوست داشته عبدالرسول کدام فن؟ تاریخ با موافقت نکرد باید نویس که تربیه جسمانی گفتن. دوستای عزیز حاضر من با واسطه تلفن زنگ تلفنی آورده نشان دادن پسر عبدالرسول وعده کرد که سال آینده واخوری همسیرهای تاجیکستان به خودش تشکیل کرده میتید ما روزش معین میکنیم ماهش روزشه اوگوست باشد اوگوست با علمی خیر با واسطه زنگای تلفنی هم مطابق خبرش میرسانیم. یک قرصک برای عبدالرسول با خواهشمنده هستیم با یک نفر مظفر
کلاریتی ترومبوی در درس کدام استاد مظفر بیشتر شوخی میکرد؟ نام فهمش شما نیستان سنی مظفر بوده. فنی سرود بوده است جواب؟ زبانی روسی بوده است مظفر؟ یک خرسک برای همه اشتراکچی های همین سوال و جواب ها. دوستان عزیز، همسیفان گرامی، امروز ما به خاطر اون که خاطره های ما شیرین باشد، دهان ما شیرین باشد، هر لحظه حیات ما شیرین باشد، یک کتاب تشکیل نمودیم که همین کتاب رمزی سالهای 1974 1984 دارد. یعنی ما طوری همین 10 سال ما در مکتب میانه خواندیم. زنگوله نشانه زنگ اول، یعنی قدمانی اولین ما بر همین دویستان ها است و همچنین مکتب هایی که ما خواندیم رقم 29 رقم 38 رقم 41 است و گرد آن گل ماندیم که چون خونچه های بیخوبار بودیم و مکتب می رفتیم اکنون کلان شدیم و همین رقم چین ماندیم که بر همون حساب علاقه چین سال گذشته است و آخری ما محض همین 16 سپتامبر 2023 است و ما همه زاده و تربیه گیرندگان قرچکون هستیم. همیشه جاویدان باشید، زنده باشید، حیاتتون شیرین باشد. مرحبا. همه خرسک میزنیم. آواز زیتون یک آواز ایمی همچنین بر همه همسیفان عزیز همه روزها شما زادروز داشته. من از نام خودم از نام همه همه اشتراکچیان همه شمایان همسیفان عزیز را با زادروزهایتان تبریک میگویم. بگذار شما همیشه چون همین روز خوشیروز باشید، جوان باشید، صحت سلامت باشید. محمد مخصوصا سری همین شیرینی را تبریک میکنیم. نیشه دوای نیشه دوای نیشه برا
ما اومدی کار موفقیت حضور بچه های بریم خداوند عمری دراز عمری تقامتیت 97 100 ساله شد تقام 97 100 ساله شد خداوند نبیره نبیره بازه همه شد بینه خدا جان بار دیگر تبریک میکنم یک چند سروده آخرا میخونم همه شما با خورسندی شاده کنید همه شیرینی همیشه باید تقسیم میکنم اکای عزیز محمد جان گفتنم بخیلم اکای عزیز بار دیگر با جشن مولودی اون کس تبریک میکنم 50 سالگی هم یبرو دیرجنی که میشود است و خدا خواهد یک قسکی بلند برای خودتون سروده میخونم به هر شما خورسندی شاده کنید یک دوسته سروده با خوش کردن میخوانم برای شما خورسندی شده کنید مرحمت سروده برای شما دختری خوشندی لبکامون شکندی دختری خوشندی لبکامون شکندی عاشق شده برونتی شاید اما بلندی عاشق شده برونتی شاید اما بلندی هدین صاف نازد اما بلان درازد هدین صاف نازد اما بلان درازد ایوان دیلم بردستیه شیرین شیرین نگاهد ایوان دیلم بردستیه شیرین شیرین نگاهد دختری خوشندی لبکامون شکندی دختری خوشندی لبکامون شکندی عاشق شده برونتی شاید اما بلندی عاشق شده برونتی شاید اما بلندی عاشق شده مرونتی شاید اما بلندی عاشق شده مرونتی شاید اما بلندی عاشق شده مرونتی شاید اما بلندی ای باد اما بلندی ای جان اما بلندی Seni aşkı gülerim, seni
yüreğim kadar. شکر شیرین شود کاملا
تر از دلی تو من ندیدم رحمه بهار زارم اصلا نداری خندین تر از دلی تو من ندیدم ایل بکاش نزن ایل بکاش شکر چی شود داری من گوزدی اگر ایل بکاش نزن ایل بکاش شکر چی شود داری من گوزدی اگر
گذشت و درمون صفحه رو از کتابی زندگی بازد روزی گذشت و درمون صفحه رو از کتابی زندگی ای روشان دستی در این رد اومدن جمله یابد دستی سالی زندگی ای روشان دستی در این رد اومدن جمله یابد دستی سالی زندگی شب بخیر همسری یا شب بخیر شب بخیر همسری پا شب بخیر شب بخیر یار دوستان شب بخیر شب بخیر مادری جان شب بخیر شب بخیر همسری پا شب بخیر یک از بازی دیگر 40 سالی ختم مکتب شما مبارک باشد. خداوند کند که 50 سالگی 60 سالگی همه خیر با تشبوس مادران عزیز پدران مهربان اکای مظفر جان مادر عزیز اینجا تشکیلاتچی ها هستند هزار رحمت که همه خیر یک ویچر خوش رو تشکیل کردن. بار دیگر خوش آمدید تا خانواده و سربلند باشید. پدر مادران عزیز همه وقت خداوند کند که از چهره شما هیچ وقت خنده همه خیر خوشرویی سخوخی دور نرود. همه وقت خانواده و سربلند باشید. مادران عزیز همه دیگر رحمت معلم عزیز برام رحمتی کلان دوستان عزیز همسفان گرامی برای هر یکی شما عرضی سپاس می نماییم که وقتی پرقیمت خود را در یک داشته این روز آمدید و برای چنین زیبا گذراندن همین روز همسنی که عزیزم و مظفر جان نهایت زحمتی کشید هرچند را در راه دور بود هر لحظه ما را اداره میکرد باید چیکار کنیم به مسئله یا هیچ کار نکردیم منیر جان هم بسیار آفرین های به حد بسیار اگر همه همیشه تشکیل نمیکرد ما همین روز به نمی آمدیم عبدالحکیم یگان لحظه آرام ماندگیش نه فقط ماشین که همه تشکیلی جاها برده رسان تاجیبای نیز از جمله و هم برای همه شما دیگران که تشکیل کردید عرض سپاس می نماییم الهی تا جهان باشد همیشه صحت سلامت باشد خاندانتان آباد باشد چهرهایتان مثل گل همیشه شکوفان باشد و وقتی فرزندان صحت سلامت باشد دعاگوی خاندان باشد ای خداوند زمین و آسمان تا به آخری دیگر همه ما را رسان سخن جمعسی باستو رحمت همین من چی به خسر شدم منیره یکمش اینکه این مظفر و مهرجب و توی و اینها اسم تشکیلاتچی بیتون خدا که این یک دویمش اینکه سیناری من این شیلیک هایگو این به کالا در کار کاله من مثال وای به کیلو بینگست وای هایده سنیستای پاموشی وای میرد وای رئیسوره همه همین وای کالا کی بره شما دیستریکتی همینه کالا کی وای کرده یک نمیسته گرام آروی همین شما کار کردید شما به رحمت همه خرسان کم و تینجی امونی من چی میخوام بگم نمیشه همه تون من خدا همه تون من تاکی شخص دارم سلطان همه تون همسرتون که خوش پیشویتون عمروی بابرکت بینتون بچه های تربیه نقص کرد کلیرنی بسیفت کردون خدا شما همه تون پناهش نگاه دارد روزی که می نبینیم یافتگی غنیمت هایی که من ما میگیریم روزی نقل سرکرم خدا مناسب بیدد شما باید بر عظم خودم عظم منه معلمایی که اینجا هستین شما باید بر تبریک مراد گفته با شما صحت سلامتی عمری در رزق وسیع آرزو میکنم همه وقت دنیا باشد باشتون تنی صحت خاطر جمعیت رحمت همتون بچه‌ی من عزیز رحمت الهی امید شکر و نعمت زیادی دولت خدا همتون با اولاد تنی صحت خاطر جمعیت عمری با برکت تیاد
خدای خداوند شما همتون اهل اولادی پاموشان نگاه دارد یافته که غیرمای بسر مناسبینات تنی سیاحت خاطر جان عمری درست الله اکبر سلامت باش دارم میکنم و حافظ و نوربردار نیست مینداری خود را میگویم الهو همیشه آوازتون خسته نباشد نوارتون همیشه در کار باشد مخلصان زیاد باشد سلامت باشد جاودان باشد و همه شما نیز راه سفید زندگی آسوده سلامتی برقرار میخوام سلمان عزیز وقتی زندگی سول اونامه شما Artizashki. Zindagi salomat Artizashki. To'y avgustda videoskam. Mana Abdurasul to'yini pisarjon. Guftanki to'y avgustda inshaalloh Tojikistonga qarashqimman. Hamma chin soliga kelib ketdi. Qaymo bu daskini mukunin. Inshaalloh ham ko'chini xudo mukunin. Hamma boriga دیگر با سوابق کرده خبرخبر نشد و همه فرصه کاکرات موی آگوست که میرا تاجیکستان باید من با تو رحمت باشم تو هزار رحمت سلام اکاهای عزیز پدران غمخوار مادران مهربان حقانه یک چیزی خوشرو کردید همیشه سندو سال دارم همیشه یکدیگری سراغ کردم این چیزی بی نهایت قیمتترین بار دیگر خوش آمدیدتون درگاه همه شما خرسندی باشد چهره‌تون فقط پرخنده باشد یک قرصک برای خودتان خوش آمدیدتون خوش آمدید مردمی پرشکو و لاوتی زنده باشید Said Veliyev. İsmail Ako. Ya vakti Örüs budi. Ako Müslüman budi. Dini Xudo durustmi? Ya vakti Örüs budi, Ako Müslüman budi. Qardoshim o'zi budi ham.